بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیامی ما را به دیگران رسانید تا از اجر و پاداش بهره مند شوید و دیگران هم از شنیدن این بهره برند. درس امروزه ما درباره اخلاص و تحقیق آن در عبادت. اخلاص، اهمیت اخلاص چیست؟ منزله اخلاص، درجه های اخلاص، خلاصه درباره همین برای شما پیشکش میکنیم. یکی از بزرگترین اصلهای مهم در دین اسلام این چی است؟ این تحقیق کردن اخلاص برای الله در همه نمودهای عبادت و دور شدن و برحذر بودن از هر یک چیزی که ضد و منافی اخلاص است، مثل ریا، خودنمایی، مثل خودنشاندهی یا که شنواندن دیگران در عملت، و العجب، خودبینی. هر آینه اخلاص برای الله متعال اساس هر یک عمل است. اخلاص اساس هر یک عمل است و غایت هر یک مرید است. و عملی به اخلاص برای او اجر و پاداش نیست. نمازی به اخلاص برای او پاداش و ثواب نیست. صدقه به اخلاص قدر و قیمتی در نزد الله ندارد. به اون درجه که یاران پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم رسیده اند در دین و از ایمان، این چی بود؟ این به اخلاصشون و به صدق و راستگوییشون به الله عز و جل. اخلاص این یکی از بزرگترین عمل قلب است و عمل قلب از ایمان است. خیلی که اهل سنت ایمان را معرفی میکند، میگوید که اقرار باللسان، اقرار کردن، تلفظ با زبان، و اعتقاد بالجنان، و با دل اعتقاد کردن، و عمل کردن به چی؟ به بدن. ایمان زیاد می شود به طاعت و کم می شود به گناه. در اینجا میگوید که عملی بدنی می شود، هم عملی قلبی می شود. برای همین اخلاص این یکی از مهمترین عملهای دل است که در زیر تعریف ایمان می دراید و بزرگترین آنها در قدر و در شأن است. هر آینه عملهای دل یا که عملهای دلها عموما این مهمتر است از چی؟ از اعمال جوارح، از اعمال بدن مهمتر است. عملی قلبی که اخلاص است، محبت است، توکل است، یکی از عملهای اخلاص است. این چی است؟ این میگه مهمتر است و بزرگتر است از عملهای بدن. اخلاص به نیت وابستگی دارد. اما اخلاص چیست؟ اخلاص چخیلی که میگویند اخلصت شی، یک چیز اخلاص کردم، ای پاک کردم، همون چیز پاک کردم از چی؟ از آلودگی، از آمیختگی پاکش کردم، تازش کردم همون چیز. پس کلمه اخلاص دلالت میکنند به چی؟ به صافی، صفا یا صافی و تازگی و پاکی و یعنی که پاک ساختن از آلودگی و از چی؟ از آمیختگی. و چخیلی که ابن قیم رحمه الله تعالی درباره اخلاص میگوید که انه افراد الله تعالی بالقصد فی الطاعه، کتاب مدارج سالکین. هر آینه میگوید که اخلاص این تنها دانستنی الله به قصد در طاعت، یعنی یک طاعت کردن به قصد چی؟ تنها برای الله و یگان کس به او شریک نآوردن در همو عمل. باز ابراهیم ابن ادهم رحمه الله میگوید که اخلاص صدق و نیت مع الله. اخلاص میگه چی است؟ صادق بودن در نیتت، راست بودن در نیت. با کی؟ با الله. انسان باید نیت در نیتش راست و صادق باشد حق برای الله. خیلی که سهل ابن عبدالله میگوید اخلاص ان یکون سکون العبد و حرکاته لله. تا این درجه اخلاص میگه اخلاص این چی است؟ این باید سکون، آرامش بنده و حرکتش باید برای الله باشد. یعنی هر یک آرامش انسان، هر یک آرامش و هر حرکت انسان باید برای الله باشد. یعنی در اینجا مخلوق باید نبینی و با دوام به کی نظر کنی؟ به الله، به خالق. باز میگوید که اخلاص چی است؟ اخلاص استواء اعمال العبد فی الظاهر والباطن، یکسان شدن، برابر شدنی عملهای بنده هم در ظاهر و هم در باطن یخیله باید باشه. هم در ظاهرش یخیل و هم در باطنش یخیل باشه. و خیلی که عالی بزرگ عز ابن عبد السلام رحمه الله میفرماید اخلاص میگوید انسان مکلف، ای هر یک مسلمان مکلف یک طاعت را
انجام میدهد خالص، پاکیزه، تنها برای الله. یعنی عمل انجام میدهد تنها برای الله، یا که چی طاعت نباشد انجام میدهد تنها برای الله، و نه از مردم یگان با شکوهی و عظمت میخواهد، و نه از مردم به همون عملش، به همون طاعتش بزرگ شماری یا که با شکوه شماری مردم را، یا که احترام مردم را میخواهد. نه، فقط برای الله. یعنی از برای همون عمل انجام دادن از مردم یگان بزرگی که ویا بزرگ شمارند، یا که ویا احترام کنند، یا که ویا با شکوه دانند، هیچ نمیخواهد. و از مردم و نه یگان جلب کردنی منفعت دینی میخواد از چی؟ از مردم، و نه یگان دور کردن یگان ضرر دنیوی از مردم میخواهد. عمل را انجام میدهد تنها برای الله، نه از مردم اجری میخواهد، نه از مردم منفعت دنیوی میخواهد، نه از مردم یگان دور کردن یگان ضرر دنیوی میخواهد، و نمیخواد که مردم را ستایش کنند، و نمیخواد که مردم را بزرگ بشمارند برای عملی کردگیش. فقط تنها میخواهد رازگی الله، اخلاص برای الله. میگویند در برای اخلاص که هو تفریغ القلب لله. اخلاص چیست؟ ای خالی کردن دل برای الله، یعنی خالی کردن دل از همه آلودگی ها و آمیختگی ها تنها برای الله. ای منشغل شدن فقط برای الله، یعنی که انسان همه چیز دور به یگان چیز منشغل، به یگان چیز مشغول نمی شود غیر الله. این میگه کمال اخلاص است. باز امام هروی میگوید که رحمت الله علیه اخلاص تصفیه العمل من کل شوائب. اخلاص میگه چیست؟ پاکیزه کردن عمل از همه آلودگی ها و آمیختگی ها، ای شرک و ریا و خودنمایی و خودبینی و همه همین ها تازه کردنی، پاک کردنی انسان دلش را برای الله. و چه خیلی که سفیان ثوری رحمه الله میگوید که سخترین چیز برای من چی بود؟ میگه سخترین چیز برای من که او را من معالجه کنم این نیتم بود، یعنی درست کردن نیت. میگه نیت گاهی میشد که بر ضد من میگشت. برای چی؟ معالجه نیت، یا که نیت انسان نیت خود را درست کردن چقدر دشوار و مشکل بود. برای چی؟ بعضی وقت میبینی که بر ضد خودت میگردد، برای آنی که از همه طرف شیطان و نفس و هوا و هوس بر ضد انسان است، مبارزه میبرد به انسان. برای معالجه کردن نیت خیلی دشوار است. حتی سفیان ثوری همین سخن میگوید. برای این انسان باید کوشش کند که عمل را انجام دهد و اون عمل برای الله باشد، از همه آلودگی ها، آمیختگی ها، خودنمایی، نشاندهی، شنواندن مردم، خودبینی، همه این باید پاک باشد. گفتیم اخلاص پاک کردن عمل از همه آلودگی هاست. بسیار مهم است در حیات انسان اخلاص، ای درست کردن نیت. برای همین بسیار درس مهمی است. گوش دهید برادرها، نفس خود را معالجه کنید، نیت خود را معالجه کنید که عملهاتون اخلاص پاک شود، پاکیزه شود برای الله، که قبول عملتان در دو چیز است. یکیش اخلاص است و یکیش از روی چی است؟ از روی سنت پیغمبر، مطابقت پیغمبر باشد، پیروی پیغمبر باشد. یکی از اونها اساسی قبول عمل اخلاص است. در عملت اخلاص نباشد، در عملت ریا باشد، خودنمایی باشد، برای مردم باشد، عملت قبول نیست. روز قیامت او قدر عمل کرده ای، از نماز و روزه و خیر و صدقه کرده ای، وقتی که نامه اعمال ت میبینی اگر برای الله نباشد، از همون قدر عمل نیک اجر و پاداشی نمیگیری. الله را قبول نمیکند. الله بی نیاز است از اون عملی که تو در اون عمل دیگر کس به الله شریک آورده ای. برای همین با خبر باش، زیرک باش که شیطان تو را فریب نکند، که نفست تو را فریب نکند، هوا و هوست تو را فریب نکند. برای همین عملت پاک ساز برای الله. عمل را انجام نده که مردم ببینند. عمل را، طاعت را انجام نده برای بگن که وای کرد. نه برادر، بزرگترین عمل حتی جهاد در راه الله باشد، حتی حافظ قرآن باشی و درس داده باشی. اون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که سه کسی که در اول در دوزخ می‌دارند و آتشی دوزخ را الانگارو می افروزند کیند؟ همه سه نفر هستند. همین سه نفری که اول بهش می‌دارند. همینجا وقتی که می‌بینیم جهادی که او کرده است اگر در راه الله باشد، خالص برای الله، اول بهش می‌دارند. اگر که برای الله نباشد، یک نیت همون عمل برباد می‌دهد. برای همین نیت، اخلاص اگر
هرچند عمل بزرگ باشد، اگر در او عمل همون نیت عمل بزرگ میکند و عمل ناچیز میکند. اگر نیت اخلاص برای الله باشد، اگر عمل کوچکی هم باشد، در نزد الله همون عمل خیلی بزرگ است. اگر تو عملی بزرگ انجام دهی در نیتت اخلاص نباشد، چقدر بزرگی باشد برای تو، در نزد الله قدر و قیمتی ندارد. برای همین چینک این نیتت است، اخلاصت است. میگویند اون انسان مخلص کی است؟ مخلص میگه هو الذی یعمل ولا یحب ان یحمد علیه، اون یکی عمل میکند و دوست نمیدارد که مردم او را ستایش و ثنا گویند. ستایش و تعریف و ثنای مردم برای او یگان قدر و قیمت ندارد. برای او عمل برای الله میکند. و چخیلی که یعقوب مکفوف میگوید مخلص اون کسی است که پنهان میکند حسناتش، چخیلی که پنهان میکند گناهاش. همه خیلی که پنهان میکند گناهاش، همه خیلی دیگر میگه چی؟ حسناتش پنهان میکند از مردم که نبینند عملش. باز میگویند که مخلص کیست؟ مخلص میگه مخلص اون کسی است که برای او یکسان است، یکسان است در نزد او، کسی او را تعریف میکند، ستایش میکند یا که او را تنقید میکند، یکسان است در نزد او. حکم اخلاص چیست؟ اخلاص فرض است، واجب است در حق هر یک مرد مسلمان یا که زن مسلمان، در دوش او واجب است، فرض است. چقدر که الله عز و جل میفرماید و امر میکند الله با اخلاص در عبادت. الله چی میگه در سوره بینه 5 آیه؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. الله میفرماید که در حالی که فرمان یافته بودند تنها الله را بپرستند، دین را برای او خالص و پاک ساخته و حق گرا باشند. باز الله عز و جل میفرماید و پیغمبر امر میکند انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. سوره زمر 2 آیه. الله میفرماید که ما این کتاب را به سوی تو حق فرو فرستاده ایم، پس الله را بپرست در حالی که خود را برای او خالص و پاک کرده ای. و الله عز و جل باز می فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. الله می فرماید که او که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یکی از شما کاری بهتری میکنید و اوست شکست ناپذیر و آمرزنده. و در زیر امین آیت سوره تبارک و در زیر امین آیت امام فضیل ابن عیاض رحمه الله چی میگوید؟ میگوید که اخلصه و اصوبه، های همون عملی بهتری که این انجام میدهید کدام عمل است؟ میگه همون عملی که او خالص برای الله است و عملی که ثواب است، درست است. گفته شد ای ابو علی، پرسیده شد که ای امام، همون عملی که خالص تر است و ثوابتر است و درستتر است کدام است؟ گفت که اگر که عمل خالص برای الله باشد و درست نباشد، ثواب نباشد، لم تقبل، قبول نمی شود، پذیرفته نمی شود. اگر که ثواب باشد، یعنی از روی سنت باشد، از روی پیروی پیغمبر باشد، ولی خالص برای الله نباشد، پس قبول نمی شود، پذیرفته از جانب الله نمی شود، حتی آنی که همون عمل خالص برای الله و ثواب از روی پیروی پیغمبر باشد، در اون حال قبول می شود. و خالص برای تنها برای الله باشد و ثواب ان یکون علی السنه، و ثواب میگه از روی چی؟ از روی سنت باشد. و چخیلی که الله میگوید انما یتقبل الله من المتقین. الله عز و جل هر آینه از کی قبول میکند؟ عملی کی را قبول میکند؟ عملی پرهیزکاران را، عمل متقیان را. چخیلی که شیخ اسلام میگوید که الله تنها از اون انسان عملش قبول میکند که وی پرهیزکار است، در همو عمل از الله میترسد و همو عمل انجام میدهد. بر چی؟ راه و رضاگی الله انجام میدهد. همو عمل الله قبول میکند. درباره فضل اخلاص، چی فضل دارد اخلاص؟ میگویند که اخلاص نجات میدهد تو را از چی؟ از گمراه کردن شیطان و اغوای شیطان تو را نجات میدهد. چون که الله عز و جل میگوید قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین.
سوره صاد 82 83 آیه الله از میگوید که ابلیس گفت، بین ابلیس چی میگوید؟ به عزتت سوگند. یعنی بین ابلیس قسم میخورد به عزت پروردگار، به عزتت سوگند که همه را گمراه خواهم کرد مگر بندگانی خالص شده ات را. ای بندگان مخلصت را، آنهایی که مخلص هستند، الله آنها را از بین مردم جدا کرده است، گرفته است. آنها بندگان مخلص هستند، آنها را الله عز و جل نجات میدهد. اخلاص آنها را نجات میدهد از چی؟ از گمراه کردن شیطان. اخلاص انسان را به چی؟ به بهشت میبرد. اخلاص دلی همون بنده را پاک میسازد از چی؟ از بغض و کینه، بدبینی، از خیانت پاک میسازد. خیلی حدیث در امام احمد بن ماجه است از زید بن ثابت رضی الله عنه، النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که 3 عملی هست که دلی مسلمان پاک میسازد. از دل مسلمان همین 3 عمل، خیانت، بدبینی را، حقد، کره، بغض از دل مسلمان دور میسازد. 3 عمل. کدام عمل هستند؟ یکی همون عمل ها پیغمبر چی میگه؟ اخلاص العمل لله، اخلاص کردن عمل برای الله، ای عمل برای الله خالص کردن. یکی از آنها اخلاص است که چی؟ دل انسان، دل مسلمان پاک میسازد از چی؟ از بدبینی، از خیانت پاک میسازد. اخلاص راه چی است؟ راه پیروزی است. خیلی در امام نسائی سندش صحیح است از سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه الله عز و جل همین امت، بین امت به چی نصرت میتیه؟ همین امت محمد نصرت میده به چی؟ به همون ضعیفاش، به همون انسانای ضعیفش، به همون انسانای سستش، انسانای مظلومش. به چیشون نصرت میتید؟ به دعوتشون. همونا دعوت میکنن، دعا میکنن و نمازشان و چیشان؟ و اخلاصشان. یعنی یکی از سبب نصرت چی است؟ پیروزی چی است؟ اخلاص عمل برای الله. اخلاص انسان از همه غم و اندوه پاک میسازد. خیلی که همون 3 نفری که در غار می افتند و سنگ دروازه غار می پیشاند و هر یک تش به همون عملی که برای الله خالص کرده بود، برای الله عمل خالص کرده بود، به همون عملهاشون چیکار میکنن؟ به الله وسیله میگیرن. به همون عملهای نیکشون که خالص برای الله کرده بودن وسیله میگیرن و همون سنگی که در دروازه، در همون دری غار محکم کرده بود کشاده می شود. به چی؟ به دعوت اونها و به اخلاص عملشون. و چخیلی که پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث امام مسلم می فرماید، میگوید که الله عز و جل نه نظر میکند به جسم های شما، بدن های شما و نه به صورت زیبای شما، ولیکن الله نظر میکند به چی؟ به دل های شما و عمل های شما. دل شما را میبیند، دل شما پاک است، عمل شما پاک است، برای او است. اخلاص میکنید در دلتون، عملهات خالص برای الله میکنید یا که نمیکنید؟ به همون نظر میکند الله. برای همین عمل باید خالص برای الله باشد، پاک باشد از چی؟ از آلودگی های شرک و کفر و ریا و خودبینی و خودنمایی و دیگر آلودگی هایی که هستند. برای همین انسان باید عملش خالص برای الله کند. اخلاص سبب می شود که الله به یک عملی کوچکی، عمل خردی برای شما پاداش بزرگی میدهد. برای چی؟ برای یک عملی کوچکی، عملی خردی، عملی که تو او را پسند نمیکنی، به اون عمل ناپسندی میکنی. در نزد الله وقتی که خالص باشد برای الله، برای همون عملت الله عز و جل چی؟ خیلی اجری بزرگ میدهد. خیلی که امام ابن مبارک رحمه الله میگوید و رب عمل کثیر تصغره النیه، کتاب جهادش، شاید که عملی بسیاری بکنی، عملی بسیاری انجام دهی، نیکی نیت، عمل وابستگی به نیت دارد. نیت همون عملات کوچک میکند، خرد میکند. تو عملی بزرگ عملی بسیار انجام دادی، عملی خیلی زیاد انجام دادی، نیکی همون نیتت، همون عملت چی؟ بیکار میکند، خردش میکند، ناچیزش میکند، قدر و قیمت ندارد در نزد الله. شاید که عملی تو انجام دهی که عملی کوچک باشد، عملی کوچک، حالا مثال میارم حدیث پیغمبر، عملی کوچکی باشد، نیکی برای الله باشد، در نزد الله، یعنی الله برای تو با همون عملی کوچک خردت شاید پاداش خیلی بزرگی میدهد. اخلاص و نیت چینک هستن برای عملی کوچک بزرگ میکنن و عملی بزرگ شاید ناچیز کنن، شاید خرد کنن، شاید قدر و قیمت نداشته باشد در نزد الله. خلیق پیغمبری بزرگوار از عبدالله ابن عمرو بن العاص میفرماید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که الله عز و جل یک مرد را از امتی من
در بین همه مردم، خیلی خلاصش میگم، در بین همه مردم روز قیامت حشر میکند. پس برای او نامه اعمالش باز میکند که نامه اعمالش 99 کتاب است، 99 نامه است، 99 کتاب. هر یک کتاب او، هر یک سجل او مثل، یعنی که حجم بزرگی دارد که به چشم دیده نمی شود. پس الله میگوید ای بنده من، تو این کار میکنی؟ همین نامه های اعمال تا این کار میکنی؟ عملات این کار میکنی؟ آیا یگان فرشتگان من، فرشتگانی که نامه اعمال می نویسند، ظلمت کردن؟ نه ای پروردگارم. الله میگوید که یگان عذر داری؟ میگوید که نه ای پروردگارم. پروردگار میگوید که بله، پس برای تو در نزد ما یک حسنه است، یک پاداشی است، یک عملی هست. پس هر آینه امروز کسی ظلم و ستم نمیبیند. پس برای او یک صحیفه برآورده می شود، یک بطاقه صحیفه برآورده می شود که در اون صحیفه نوشته شده است اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. همین کلمه نوشته شده است، کلمه شهادت. پس میگوید که ای پروردگارم، این صحیفه که در این کلمه شهادت نوشته شده است، این یک صحیفه است، ولی اون 99 نامه‌ای که من دارم چه خیر و یا در برابری و یا چی می شود؟ پس پروردگار میگوید که هر آینه تو ستم دادن نمی شوی. پس در ترازو گذاشته می شوند همون 99 نامه یا کتاب در یک طرف، در یک کف ترازو، این بطاقه یا که همون کلمه شهادت در یک طرف. پس همون کلمه شهادت همین قدر در نزد الله سنگین و وزمین و قدر و قیمت دارد که با اخلاص گفته است همون انسان کلمه شهادت همون چرا بر میزند، همون 99 سجل بر میزند و وزنینی میکند در کف ترازو. همون چیا؟ همون نامه ها پریده میروند، بر باد میروند. پس در برابر نام الله چیزی برابر نمی شود، چیزی هم وزن نمی شود. باز حدیث دیوم که من یک کلمه شهادت به اخلاص گفته است، الله او را نجات داد. همه خیلی دیگر زنی که در حدیث ابو هریره رضی الله عنه است، پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید که زنی از چاه میدرد آب مینوشد، پس سگی را میبیند که از تشنگی خاک میلیسد، تشنگی او را کشته ایستاده است. همون زنی از بنی اسرائیل، زنی فاحشه، زنی زناگر، همین حالت میبیند که سگ از تشنگی مرده ایستاده است و خاک میریسد. پس همون پایافزار خود را برآورده به همون چاه میدرد و آب گرفته به همون سگ میدهد. همین برای چی میکند؟ برای اخلاص، برای الله میکند. این کاری خردی است، کاری که انسان این همچون کار نمیشمارد، ولی چی؟ پیغمبر چی میگه؟ فغفر له به همین کاری کوچکی الله گناههای هم زنک میبخشد که در حالی که او زن چی بود؟ زن زناگر بود، گناهاش میبخشد. همه خیلی دیگر در حدیث ابو هریره رضی الله عنه میفرماید پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که هنگامی که مردی در راه میرفت و در راه شاخچه از خار بود، همون در راه میبینه، در راه همون شاخچه خار از راه یک طرف میکند که یگان کس نخلد، به یگان کس ضرر نرساند، برای الله همون میگیرد میپرتاید، از راه دور میکند. یعنی الله همون کاری او را قبول میکند، پس گناه او را میبخشد به یک کاری کوچکی. و چه خیلی که شیخ الاسلام درباره همون حدیث بطاقه، همون کلمه شهادت در یک صحیفه نوشته بود، میگوید که این حالی است که حال کسی که با اخلاص و صدق کلمه شهادت را تلفظ میکنند، که مردمی هست که گناههای کبیره صادر میکنند، وارد دوزخ میشوند، ولی آنها هم همین کلمه لا اله الا الله میگویند، ولی ثواباشان، حسناتشان در ترازو گناهاشون برتری نمیدهد. برای چی؟ برای که از صدق دل نمیگویند. خیلی که اون انسانی صاحب بطاقه میگوید، صاحب همون نامه و صحیفه میگوید کلمه شهادت را از روی اخلاص گفته است. همین خیلی دیگر شیخ الاسلام درباره چی میگوید؟ درباره همون زنی که زنی زناگری که سگ آب نشاند. پس میگوید که همون زنی زناگر آب نشاند. برای چی؟ برای الله، از روی ایمان، خالصا برای الله، ایمانی که در دلش بود خالص برای الله همون کار کرد، الله بخشیدش. پس آیا هر یک زنی که سگ آب میدهد او را الله میبخشد؟ یا هر یک کسی که زناگری که فاحشه‌ای که همین کار انجام دهد آیا الله میبخشد گناه او را؟ یا که هر یک کسی که از راه خار میگیرد دور میکند، باید همون خار از راه دور کند، باید چی؟ باید برای الله باشد، باید در دلت ایمان داشته باشی، خالص برای الله انجام دهی عمل. باز حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از ابی هریره روایت شده است، ابو هریره گفت که شنیدم پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که یکمین نفرانی که روز قیامت داوری یا قضاوت میشود بین آنها، الله عز و جل به پیش الله میبرند همون انسانی که جهاد کرده به گفت خود. پس الله عز و جل نعمتهای خود را برای او چی میکند؟ میفهماند. پس او اعتراف میکند نعمتهای الله را. پس میگوید که چیکار کردی در همون نعمتهایی که من برای تو دادم؟ چیکار کردی؟ میگوید که در راه تو من جهاد کردم تا آنی که شهید شدم. الله چی میگه؟ الله برای
روز قیامت در بین مردم میگوید که کذب، دروغ گفتی. الله برای بنده میگوید چی خسارتی است، چی زیانی است، چی شرمندگی است که الله در بین مردم تو را شرمنده میکند. ای تو که میگویی من جهاد کردم و جهاد میروم و جهاد میکنم و شهید میشوم و در دل تو اخلاص نیست، خالص برای الله نرفته ای جهاد، خالص برای برپا کردن نام الله نرفته ای، ولی تو جنگ کرده ای برای بگویند که تو مردی شجاعتمند هستی، دلیر هستی. پس در دنیا گفتند که اون مرد دلیر و جسور بود، پس امر شد از جانب الله، پس از پایهایش گرفتند، رویش در زمین او را کشیدند بردند، رویش در زمین گرفته در دوزخ پرتافتند. همه خیلی دیگر مردی که علم را آموخت و دیگران را آموزاند، قرآن را خواند، دیگران را هم قرآن درس داد، پس الله برای او نعمتهای خود را چی کرد؟ نعمتهای خود را ارزانی کرده است. پس گفت که تو چه کار کردی؟ نعمتی من برای تو دادم. گفت که من علم آموختم، مردم آموزاندم، قرآن خواندم، قرآن را آموزاندم برای مردم. پس همین طور دیگه برای الله برای او گفت که دروغ گفتی در بین مردم، ولی تو علم آموختی برای بگویند که تو عالم هستی، قرآن خواندی، از یاد کردی برای بگویند که این قاری است، حافظ است. پس در دنیا این گپ گفتند برای تو مردم، یعنی برای مردم کرده ای، نه برای الله. خالص نبود عملت. چه بزرگ، چه عملهای بزرگی هستند که دوزخ یکم می‌درآیند. برای همین ای بنده ای آگاه باش از عملهایی که انجام میدی، آگاه باش. عملها را برای الله، نماز، روزه از همه چیزهای بزرگ هستند، برای الله خالص کن. پس او را هم از پایهای او گرفتند و کشیده به دوزخ و پرتافتند. همه خیلی دیگر مردی که الله برای او نمودهای مال داده است، او را ثروتمند کرده است، نعمتهای خود را برای او چی کرد؟ داناند و شناخت نعمتهای الله را. پس گفت که چی کار کردی به همون نعمتهایی که من به تو دادم؟ گفت در هر راهی که تو دوست می داشتی من نفقه کردم در همون راه. گفت دروغ گفتی، ولی تو نفقه کردی، دادی که بگویند این مرد مردی چی است؟ مردی سخی است، مردی کریم است. پس گفتند که فلانی مردی کریم است و تو خرسند میشدی، در پیش تو میگفتند، تو را مدح و ستایش میکردند، تو خوشحال میشدی. پس امر کرده شد او را هم بچی از پایها گرفته، رویش در زمین و به دوزخ پرتافتند. حدیث در امام مسلم است. برای این برادرای گرامی، عمل را برای الله کنیم، عمل را کوشش کنیم که عملها برای الله باشند. اخلاص نجات ما و شماست. هم در دنیا ما را پیروز میکند الله، هم روز قیامت اجر و پاداش عملهای خود را سزاوار میشویم. بیایید اخلاص کنیم در عملهامون که الله ما را در دنیا نصرت دهد، ما را در دنیا عزتمند کند، ما را بالا بردارد، از این پستی که ما هستیم ما را بالا بردارد. درس اخلاص دوام دارد. گوش کنید، درس را پهن کنید، مردم را آموزانید که دنیا گذرنده است، روز قیامت ابدی است. پس بیایید بکوشیم، تلاش کنیم که وارد بهشت شویم که ابدی است، زندگی ابدی است. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید و درس دوام دارد ان شاء الله.